سلام. کتابی که میخوام خدمتتون معرفی بکنم عنوانش از به سوی فانوس دریایی. نویسنده اون خانم ویرجینیا وولف هستن که ایشون از نویسندگان انگلیسی قرن 20 هستن و از رمان نویس های فمینیست هستن ایشون. این کتاب رو آقای صالح حسینی ترجمه کردن. البته ترجمه های دیگه هم هست ولی ترجمه ایشون از بقیه بهتره و اینکه چون این کتاب از تکنیک سیال ذهن استفاده کرده یه مقدار متن پیچیده‌ای داره. اگر آشنا باشین میدونید که اگر آشنا با این تکنیک باشین میدونید که ادبیات نوگرایانه این سبک رو داره و در واقع در طول رمان ما راوی‌های مختلف داریم و زمان با اون مفاهیمی که ما همیشه باهاش سر و کار داریم متفاوت هستش. این کتاب در 3 بخش چاپ شده. بخش اول پنجره هست که طولانی ترین بخش اون هست و بخش دوم زمان میگذرد که فصل کوتاهی هست و فصل آخر فصل فانوس دریایی هستش که در مجموع این کتاب 240 صفحه هستش. این کتاب در رابطه با یک خانواده‌ایه که بین سالهای 1910 تا 1920 به یک جزیره به نام اسکایپ در اسکاتلند سفر میکنن. در فصل اول بسیار با جزئیات افرادی که در این رمان هستن میان صحبت میکنن، مسائل رو مطرح میکنن، در واقع ابعاد شخصیتی خودشون رو برای ما گویا میکنن که تمام این اتفاقات و توضیحات در یک روز داره اتفاق میفته. و جالب اینجاست در فصل دوم که حدود 3-4 صفحه است 10-12 سال میگذره و خیلی سریع این اتفاقات میفته. در فصل آخر هم به مفاهیم فلسفی زندگی، به معناهای انتزاعی زندگی و مسائلی که تو زندگی هست اشاره میشه و اگر ریزبینانه به اون توجه بکنیم میتونه چالش هایی رو برای ما در ذهنمون ایجاد بکنه و توجه به معناهای زندگی بیشتر بکنیم. این کتاب در سال 1927 چاپ شده و اینکه خانم ویرجینیا وولف همونجوری که گفتم از اونجایی که دیدگاه فمینیستی دارند به نقش زن در خانواده اهمیت دادن و اومدن اون رو مطرح کردن که چطور به عنوان یک فرد، یک زن به عنوان یک مادر یا هر نقش دیگری که در خانواده داره میتونه انسجام دهنده خانواده باشه، چطور میتونه گرمابخش خونه و مسیرهای زندگی همه باشه. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشین و بخونیدش. ممنونم که منو گوش کردید.